صبح امروز با مقصد پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری کرونا نوی کووید 19 معرکه واکسیناسیا بر ضد بیماری کووید 19 در میان شهروندان از 18 سال بالا در شهر دوشنبه آغاز گردید. طور متخصصان ساحه تاکید میکنند یگانه راه امین ماندن از سرایت کرونا نوی کووید 19 این گرفتن واکسن ضد بیماری مذکور میباشد. تنها با گرفتن واکسن هر یکی ما میتوانیم خود و نزدیکانمان را از سرایت یافتن به کرونا امین نگاه داریم. در مرکز سلامتی شهری رقم 13 ساکنان محلی با حس بلند مسئولیت شناسی از ساعت 8 صبح برای گرفتن واکسن آمده برای محافظت خود و نزدیکانشان از واکسیناسیا گذشتند. مورد ذکر است که به تمام شهروندان تشریف آورده بعد گذراندن واکسن گواهنامه داده می شود. چنانکه که متخصصان قید نمودند شخصانی که برای گرفتن واکسن می آیند باید یک چند توصیه ها را اجرا نمایند. در وقتی که واکسن را قبول کردن با شهروندان همین را گفتنی هستند که می شود که حالتهایی که حرارت بلندی مشاهده کرده می شود از این یگم خواطر نشوند. این واکسن هست که وقتی که وارد ارگانیسم انسان می شود این میتواند که ارگانیسم مقابل این واکسن مبارزه برد. موافق نقشه باید در مرکز مذکور حدود 43156 نفر به واکسن فرا گرفته شوند. گرفتن واکسن در تمام مرکزهای سلامتی رایگان به راه مانده شده است. گروه مقصدناکی که عین حال ما باید با واکسیناسیا فرا گیریم از سن 18 ساله تا سن از 60 ساله بالا 43156 نفر را در بر میگیرد که عین حال تا امروز 7% این گروه اهالی را ما الکی با واکسن فرا گرفتیم که 2912 نفر می باشند. بغیر از این در تمام کارخانه و گرد اطرافی که بنا بر سبب در مرکز شهر جایگیر بودن مرکز سلامتی شهری رقم 13 تمام وزارت و کارخانه هایی که در گرد اطراف همین مرکز جایگیرند همه اینها را ما کوشش کرده ایستادیم که سر وقت با واکسیناسیا برای پیشگیری بیماری کووید 19 فرا گیریم. روند واکسینه گذرانی در مرکز سلامتی شهری رقم 6 نیز با اشتراک فعال ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی جریان گرفت. شماره شخصانی با واکسیناسیا فرا گرفته شده این ناحیه میان شخصان از 60 سال بالا به پررگی انجام یافته. طبیبان این مرکز نقشه دارند که عاید اجرای سریوقتی فراگیری مردم با واکسن کار را جانک نمایند. با این مقصد در تمام مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه در برابر گذراندن واکسن در مرکزها همچنین گروه‌های سیار تشکیل شدند که نفران امکاناتشان محدود را در منزل‌های استقامتیشان با واکسن گذرانی فرا می‌گیرند. چنانکه که معلوم شد ساکنان از معرکه گذراندن واکسن خوب استقبال نموده گذراندن واکسن را یگانه راه پیشگیری از سرایت یافتن به کووید 19 می‌شمارند. من واکسن استفاده بودم و از همه ساکنان کشور خواهش می‌نمایم که نسبت سلامتی خود و نزدیکانشان بی‌طرف نباشند و آمده از این واکسن استفاده برند. یادآور شویم که معرکه ایمونیزاسیا بر ضد بیماری کرونا 22 مارس سال جاری در مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال میان کارمندان ساحه تندرستی آغاز گردید که نخستین شده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و نماینده خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان اسامه مکوی واکسیناسیا شدند.